همش تقلید میکنن. ارتستای ازبکستان به ارتستای دیگه کشورها به اگر به زبان تاجیکی امروزه گویم یعنی ساده کرده گویم دوز همش. همش ما اصول کده میشینیم انور احمدیف نقص همشون نقص. سرودهایی که آنها اجرا میکنند نه از طرف یگان شاعر یا بلکه از طرف یگان آدمی بزرگ نوشته شده است. آنها همچون سرودهای خودبافته را میخوانند. راکی من بینید که میگوید که 16 مراتب میگوید که تو را آفریده است برای من، مرا آفریده برای تو. 16 مراتب. سرودهای افضل شاه، نیروی مرادوف، همه های گوش میکنم. انور احمدیف هم گوش میکنم. وای. سانی که دید غالب نه گل اصل همه ها